الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صفات منافقان در قرآن کریم این امر و نهی است. امر میکنند منافقان به منکر و نهی میکنند از معروف. این صفت منافقان را خداوند در قرآن ذکر کرده میگوید: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. یعنی الله میگوید مردان منافق و زنان منافقه همه یک گروه هستند. آنها همدیگر را به کار زشت فرا میخوانند و از کار خوب باز می‌دارند. خدا را فراموش کرده اند و خدا نیز آنها را فراموش کرده است. به درستی منافقان همان اهل فسق ها هستند. برادران و خواهران، منافقان میخواهند خرابکاری بکنند. آنها میخواهند موسیقی و عکس های برهنه و فیلم های غیر اخلاقی و سیگار و شراب در جامعه پخش شود. آنها همه از جمله منکرات می باشند که آنها به این کار منکر جامعه را امر می کنند. منافقان دوست ندارند غیر نیکی و علم و آگاهی مردم رشد کند و اگر کسی از سر خیرخواهی به او بگوید این کاری تو نادرست است، این کاری تو را پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردند، آنها در جواب میگویند لازم نیست تو به ما درس دین بدهی، ما درس دین را خوب میدانیم. برادران و خواهران، هر کسی که این سخن را میگوید بدانید که آن منافق است، زیرا آنها به کار منکر امر میکنند، با دعوا دارند که گویا که از دین سخن میکنند. اصلا نگاه کنید آنها دین را نمیدانند. برای همین هم الله گفته ایستاده است آنها خداوند را فراموش کردند و خداوند آنها را نیز فراموش کرده است. برای همین هر یک ما باید مؤمن حقیقی باشیم، نگذاریم که از جمله منافقان باشیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.